دادگاه نویه اندوستریال شهر خباروفسک در مناطق شرق دور روسیه با انجام مرافعه پرسر و صدای زن و زنی یک سال پیش جوانان تاجیک و روس، 3 جوان تاجیک را به مهلت از 2 سال و 2 ماه تا 2 سال و 6 ماه محکوم به زندان نظامش عمومی و یک جوان دیگر را که ماه مارس سال 2023 در زمان اون زن و زنی هنوز نابالغ بود به 1 سال و 6 ماه کارهای اصلاحی محکوم کرد. منبع این خبر خدمات مطبوعات دادگاه کشور خباروفسک روز 29 ماه سال 2023 در تلگرام کانال سود خباروفسک و کرای خبر داد که دادگاه زادگان تاجیکستان را بر اساس قسم 2 ماده 213 کودکس جنایتی روسیه در افباشی گروهی در زمینه عداوت و خصومت ملی گناهکار شناخت. خود جوانان تاجیک محکوم شده یا نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند. ولی بنا به فرضیه دادگاه ماه مارس سال 2023 4 مردی که نمایندگان ملت تاجیک می باشند در مکان جمعیتی از حیثیت افباشی و خصومت نسبت به نمایندگان ملت روس به 2 جوان آسیب جسمانی رسانده، همچنین نسبت به آنها دشنامه‌های قبیح را روا دیده آنها را همچون نمایندگان ملت روس پس زدند. حکم 4 جوان تاجیک هنوز قوه قانونی نگرفته است و آنها حق دارند که از آن به دادگاه بالاتر شکایت برند. تفصیلات دیگر پرونده نشر نشده است. قبلا خدمات مطبوعات ریاست تفتیشات کشور خباروفسک خبر داده بود که زنازنی بین جوانان تاجیک و روس شام 23 مارس سال 2023 در مرکز سودای یوژنی پارک در حدود نویه اندوستریال از یک بحث ناچیز سر شده، گویا یک جوان 19 ساله محلی به یک دختر نابالغ برای سیگار کشیدنش ایراد گرفته است و یک جوان تاجیک که این دختر را همراهی میکرد از پشت دختر با آن جوان وارد بحث شده است. بحث آنها خیلی زود به زن و زنی پیچیده. جوان تاجیک و 3 دوستش آن جوان روس و یک رفیق او را لطو کردند. رسانه‌های محلی آن وقت نوشته بودند که خودنمایی در پیش دخترها باعث به پشت پنجره زندان افتادن یک باره 4 جوان تاجیک شد. بنا به اطلاع مقامات تفتیشات جوانان تاجیک همگی از 17 تا 20 سال داشته، 2 نفر آنها که 19 و 20 سال داشتند شهروند تاجیکستان بودند و 2 دیگر که 17 و 19 سال داشتند تازه صاحب شهروندی روسیه شده بودند. طبق قانون نو شهروندی روسیه آنهایی را که تازه شهروندی این کشور را به دست آوردند در صورت صادر کردن جنایت می توانند از شهروندی محروم کنند.